با درود، من عطا نویدی هستم و این مجله تصویری همنواست. همنوا، مجله تصویری موسیقی ایران. در این برنامه مجله تصویری همنوا گفتگو می‌کنیم با استاد جواد بطحایی، نوازنده سنتور، مدرس و آهنگساز. جناب بطحایی، خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو برای مصاحبه پذیرفتین و ما امروز مزاحم شما شدیم. سپاسگزار از لطفتون. اگر صحبت ابتدایی هست برای سلام علیک با بینندگان و آغاز سخن بفرمایید که من پرسش‌های خودم مطرح کنم. خیلی متشکرم. من سلام میکنم به شما و مخاطبای این برنامه. ممنون. سپاسگزار. استاد، برای اینکه بخشی از این گفتگو خب در راستای ثبت تاریخ شفاهی موسیقی ایران هست، من استدعا میکنم ازتون از ابتدای آشناییتون با موسیقی و چگونگی ورودتون به دنیای حرفه‌ای موسیقی بفرمایید. بله، عرضم بزرگ شما که من در خانواده‌ای متولد شدم که موسیقی در اون ارزش داشت. پدرم تار میزد، برادرانم تار و ویولن میزدند و برادرم از من بزرگتر بودن. یعنی من به دنیا آمدم گوشم صدای موسیقی رو میشنید و برای من سنتور تهیه شد و من شروع کردم به سنتور زدن. اصلا اول یادم میاد یه سنتور 12 خره که پدرم برام خرید. اون سنتور با تار کوک کرد از دو ره می فا صل لا سی دو و از اون دفعه شروع کردم به زدن. بعد البته معلمم برام گرفتم که یه دو سه جلسه اومد که هرچی میگم از زود یاد میگرفتم، دیگه نیومد. بعد در واقع در سن 14-15 سالگی رفتم اداره فرهنگ هنر خراسان. اونجا استاد ظهیرالدینی مسئول اون اداره بودن که تئوری و سولفژ رو باشون کار کردم و در سال 58 وارد دانشگاه تهران و رشته هنرهای زیبا شدم و اونجا هم از محضر استاد مجید کیانی بهره بردن و رفیق میرزا عبدالله رو اونجا کار کردم. دانشگاه که بسته شد یه مدتی کوتاهی نزد استاد پایور کار کردم و با استاد مشکاتیانی هم ازشون بهره بردم. کنکور هنر چطور بود؟ سخت بود براتون؟ راحت بود؟ چه دشواریایی داشت برای ورود به رشته هنر تو دانشگاه؟ عرضم بزرگ شما که علاقه من موسیقی بودم. بعد برای کنکور ثبت نام کردم دانشگاه هنرهای زیبا و اونجا چند تا نوازنده بودن خیلی قوی بودن و ساز خیلی خوبی داشتن. ساز استاد ناظمی داشتن و من یه سنتور 12 خره که بزرگ داشتم که حتی آمپلیفایر اینجاش یک حفره ایجاد کردن، یه بلندگو توش گذاشتن که با سیم به پشت اون رادیو قدیمی ها وصل کردن. من برای که 9 خرک باشه این 3 تا خرک پایین رو برداشته بودم کشیدم به 9 خرک عادت کنه. موقع رفتم داخل بشم گفتم من حتما قبول نمیشم دیگه. آخه هم ساز خوبی ندارم، ساز مشق دارم، ساز خوبی ندارم. اینا خیلی ناامید بودم. برای این داخل که شدم من ساز نبردم، سازم گذاشتم بیرون. داخل شدم و اونجا ممتنعی که بودن چند تا سوال از من کردن. بعد یکی از اساتید نشست پشت پیانو چند تا آکورد زد، گفتم ماژور، مینور، یکی دیگه کاسته، گفت افسوده. اینا رو گفتم. بعد چند تا خط حامل روی
تخته نوشته بودن، گفتن اینو سولفژ کن. من قشنگ سولفژ کردم تا آخر. یکی دیگه بود گفت اینو فقط ریتمش بخون. من ریتمش خوب ریتم خوانی کردم و درست یادم میاد دیگه از استاد سوال کرد که این فا دیز دو دیز ما چه گامی هستیم؟ گفتم از آخرین دیز اگه نیم پرده بریم بالا میریزیم به تونی که گام بعد. گفت خب گام بعد میشه ماژور یا میار؟ گفتم آره میشه ماژور. فا دیز دو دیز این میشه ره ماژور. بعد خلاصه این سال از من کردن و بعد اون استاد یه استاد کلاسیک بود از من سوال کرد. یه سال جالبه، گفت بتوون چند تا سمفونی ساخته؟ گفتم والا نمیدونم چند تا سمفونی ساخته، فقط میدونم سمفونی نوش خیلی قشنگه. بعد به من گفتن خب پس تو چرا موسیقی کلاسیک کار کردی که نمیدونی بتوون چند تا سمفونی ساخته؟ گفتم من موسیقی کلاسیک کار نکردم، من موسیقی سنتی کار کردم. عجب. اینقدر مبانی هارمونی و آره اینا رو بلد میدونستین که اینا فکر کردن شما دارین کلاسیک کار کردین. بله. گفتم تو موسیقی سنتی کار میکنی، سازش چیکار؟ سنتور. گفت چه ساز نمیبره؟ گفتم گذاشتم بیرون، که ساز بزرگی بوده. گفت سازو بیار. خلاص ساز آوردم و سازم همایون کو کرده بودم. همایون یه مقدار ساز زدم و یکی از ممتنی که متخصص موسیقی ایرانی بود قطع کرد، گفت حالا گوشه چکاوک هم بزن. من چکاوک هم زدم. گفت یکم بیدادم بزن. یه چند جمله بیداد زدم. بعد سوال کرد یه قطعه تکنیکی هم بزن. در اون لحظه من دیدم یک چهارمزب اشاقی بود در ردیف سبا در شوره. چهارمزب اشاقی بود که با مزبای پامالک اجرا میشه، سرعت بالایی داشت. اونو در اشاق عجب. در اشاق همایون زدن. در همایون زدن. بعد گفتم خب تکنیک هم که بد نیست، خوبه. بعد همون معلمی که متخصص ایرانی بود از من سوال کرد، گفت من یک ملودی رو میگم شما اونو بزن. یه ملودی گفت من اونو نزدم، جواب دادم. یه بار دیگه باز خوند، باز من جواب دادم. یه بار دیگه جواب دادم. گفت داری جواب آواز میدی؟ گفتم آره. مگه نباید جواب آواز بدم؟ گفت نه، جواب آواز واحدی که در سال 4 شما باید کار کنید. عین ملودی که من میگم بذار. گفتم خیلی خوب. عین اون ملودیشو بزدم اینا. بعد همونا گفتن خب خوبه، این خیلی خوبه، هم ریتمش خوبه، هم گوشش خوبه، هم قدرت تعریف کردن. گفتن اگه امتحان کتبیتم خوب شده باشه شما احتمالاً جزء پذیرفته شده هستی. خب امتحان کتبی هم یه مقدار معلومات عمومی بود که سوالات مختلف کرده بودم، مثلا اساتید مختلف کیا هستن. خب من تو خانواده بود همه رو میشناختم، یا مثلا سازه زئی کدومه، سازه کشی کدومه، تار چند تا سیم داره، کمانچه چند تا سیم داره، یا مثلا پرده بندی. این سوالا رو من تونستم جواب بدم. بعد دیدم که اسمم در اومده به عنوان هنرشو. از اونجا دیگه چه سالی؟ سال 58 بود، ورودی 58 بودم. پس خوردین به انقلاب فرهنگی؟ یک سال اونجا بودیم، بعد خوردیم به انقلاب فرهنگی. بعد ادامه دادین؟ اون موقع من جدی‌تر تازه ادامه دادم. نه تحصیلاتو میگم. نه تحصیلات لیسانسو نگرفتین؟ نه دیگه بسته شد و گفتن شما باید دانشجو باشین تا هر موقع رشته موسیقی باز شد. البته مامان گفتن بیان تغییر رشته بدید که دانشجو بمونی، بعد رشته موسیقی باز شد چون دانشجو هستی میتونی ادامه بدی. چه سال رشته موسیقی باز شد؟ خاطرتون هست؟ بعد از 6 سالگی باز شد. همه رشته باز شد، همه رشته باز شد. غیر از رشته موسیقی 2 سال بعدش باز شد. دیگه شما دیگه از خیلی لیسانس و اینا گذشتین، وارد زندگی و احتمالاً کار و اینها شدید، مشغله‌های دیگه داشتید. بعد از اینکه تعطیل شد ردیف میرزا عبدالله رو فرمودین که پیش آقای کیانی زدین؟ نه تو دانشگاه پیش آقای کیانی زدیم. بعدش من اومدم مشهد، اونجا گروه درست کردیم با استاد ساکت و چند نفر از دوستان دیگه، فعالیتی داشتیم. تو همون دوره جمع شدن من یه چند قطعه ساختم، چند تا سرود ساختم. بعد در اون موقع از دور از کارهای مشکاتیان خیلی بهره می‌بردم. میرفتم چاوش میامدم، نوت قطعاتش میگرفتم میزدم تا اینکه مهاجرت کردم به تهران و یک چند ماهی تونستم که از استاد مشکاتیان بهره ببرم. ما با استاد مشکاتیان
از سگاه شروع کردیم. درست یادم میاد که سگاه تموم شد یه کنسرت هایی در کانون چاوش برگزار میشد که شامل 2 قسمت بود. یک قسمت هنرجی آباد کنسرت میدادن، قسمت دوم اساتید تو همون سالن بزرگ که تقریبا حدود 80-90 نفر جمعیت داشت. من با استاد مشکاتیان گفتم میتونم من کنسرت بزنم، اسمشو استقبال کردن و بعد من تصمیم داشتم که ردیف رو بزنم با چند قطعی از مشکاتیان و چند قطعی از ابوالحسن الصبا. من ساز خوب نداشتم. روز قبل از کنسرت رفتم خدمت استاد مشکاتیان، همون خیابون 16 آذر که سنتورشون ازشون قرض میگیرن. اونجا زندگی میکردن؟ آره اونجا زندگی میکردن. اونجا خدمتشون گفتم که آقای مشکاتیان من میتونم که خودم جمله سازی کنم؟ گفت البته. اصلا تمام معیار ذهنی من به هم ریخت. یادم میاد از خیابون 16 آذر سنتور مشکاتیان دستم بود پیاده تا خونه اومدم، خونم دروازه شمیرون بود و این طراحی جدید سگاه رو بر اساس ردیف ذهنی انجام دادم و اومدم خونه یه 2 بار تمرین کردم و روز بعدش کنسرت دادم در کانون چاوش مهر ماه 63 با تنبک داروش زرگری. فرداش که رفتم خدمت مشکاتیان و اون کاستی که استاد مجید درخشان اونجا مسئول ضبط بود، ایشون ضبط کرده بودن به من داده بودن، بردم خدمتشون دادم و ایشون با دقت گوش کردن و یادم میاد 1 سالی ازشون کردم اونجا. گفتم آقای مشکاتیان شما تو همون سالن با فرانتر کنسرت دادیم با همین ساز، همون به اصطلاح قطعات درغم و که یک کاسه شده و اسم کاسه تره نمیدونم چیه. شما همون سگاه زدیم، مخالف سگاه زدیم، منم همون قطعه درغم زدم، مخالف سگاه زدم، آوازار زدم. چرا جنس صدای ما فرق میکنه در حالی که سازمون یکیه، قطعاتم یکیه؟ بعد به من جواب دادن، گفتن که خب نوانس ساز فرق میکنه و اصلا مهمتر احساس نوازنده فرق میکنه. این جوابشون فکر کردم واقعا درست، احساس نوازنده ها فرق میکنه. اون کنسرت بعد از 20 سال به صورت آلبوم دادن بیرون به اسم آلبوم از فراق تا صبح. از فراق تا صبح که متاسفانه خیلی دیر دادن بیرون چون به اصطلاح هم داروش زرگری از دنیا رفته. اون موقع تازه شاگرد فرنگ فر بود. گفت نه من قبول ندارم بریم استودیو بزنیم یه بار دیگه. گفتم منم چندان راضی نیستم، یه جایی رو مسابقه خوب نخورده اینا. منم به اصطلاح کمال طلب بودم. گفتم با شانه میریم میزنیم، اما خب هیچ وقت نشد. بعد زنده یاد داروش زرگری که فوت کرد. بعد گفتم که بهتره که به یادش بدم بیرون و در داخل آلبومم متی دربارش نوشتم. کانون چاوش خیابان حقوقی بود؟ خیابان حقوقی بله. که الان آموزشگاه میرزا عبدالله و مؤسسه ماهور اونجا هستش. کانون چاوش در اونجا. مثل این در واقع اولین آلبومی بود که شما ضبط کردید. میشه گفت بله. به این شکل بوده. بعد شما مدتی که پیش جناب آقای پایور بودید، میخوام ببینم که تأثیر پایور رو روی خودتون چطور دیدین، چقدر تلمس کردین از محضرش و کلا تأثیر پایور رو بعد توی سنتور نوازی معاصر میخوام اگر نقششو بفهم. من موقعی که خدمت استاد پایور رسیدم ردیف‌های سوار رو زده بودم،
اما میخواستم که ردیف سبا رو با احساس خود پایور درک کنم، با اون احساسی که ایشون هست، اون روشی که تدریس میکنن و احساس کنم دقیقا. خب من 6-7 جلسه متأسفانه در خدمتشون بودم، اما خب در این مدت خیلی از دریای وجودی ایشون تونستم که به اندازه ظرفیت خودم بهره ببرم، چون استاد پایور واقعا استاد منحصر به فرد بودن، هم از نظر شخصیت، هم از نظر عشق و موسیقی و احساس مسئولیت کردن و هم کارهایی که ارائه کردن خودش بیانگر این موضوع هست. چنین شخصیتی 100% تاثیر مثبت روی هنرجو خواهد گذاشت. و اون احساس که می‌خواستین از ردیف سبا گرفتین از آقای پایور؟ خب به اندازه ظرفیت خودم، نه اون مقداری که شایسته بایسته باشه. شما خیلی برای من جالبه که شما تقریبا همسن و سال با استاد مشکاتیان بودیم و لفظ استاد رو براش به کار می‌بردین. همچنان نقش مشکاتیان رو توی اون در واقع در جامعه موسیقی و موسیقی معاصر چطور می‌بینید؟ خب استاد پرویز مشکاتیان یکی از تاثیرگذارترین نوازندگان سنتور بود. شیوه نواختنش و نحوه بیانش، حتی خود شخصیتش، شخصیت خیلی صمیمی که با همه داشت و همه اینا یک مجموعی ساخته بود از استاد پرویز مشکاتیان که در کمتر کسی ممکنه که اینطوری جمع بشه و در صورت ذوق آهنگسازیش و همه اینا خیلی تاثیرگذار بود روی من و خیلی از سنتور نوازان. شما از چه سالی شروع کردیم به تدریس و اصلا خب اون دورانی که تشریف آوردید تهران، همون سالهای 60 دهه 60 که بلا تکلیف هم بودید دیگه، اون دانشگاه هم بسته شده بود و همه این چیزها از بین رفته بود دیگه، فکر نمی کردید که حالا لیسانس و اینا هم که سراغش نرفتین. موسیقی تدریس میکردین یا شغل دیگه ای هم داشتین در کنارش تدریس میکردین؟ نه موسیقی کار میکردم. موسیقی کار میکردم. شغل دیگه نداشتم. و تا اجرای صحنه ایتون به چه شکل بود تا دورانی که به گروه آوا دعوت شدین؟ بله در سال 72 دعوت شدم به همکاری با گروه آوا که این 7 سال ادامه داشت. چه کسی شما رو دعوت کرد؟ کی زنگ زد بهتون؟ والا اینم قضیهش جالبه. یه روز پنجشنبه بود. البته اون سالا من خیلی شرایط روحی نابسامانی داشتم، خیلی یا بند نمی شدم، ارتباطم با همه قطع کرده بودم، تنها بودم کاملا. یه بار ساعت 12 رو بود دیدم جشیدن دلیل اومد از آپارتمان بیرون داد میزنه جواد آقای بطایی. من بیدار بودم، پنجره باز کنم چیه؟ گفت کجا هستم؟ 10 بار اومدم گفتم ساکت، همسایه ها میزن بس الان میام پایین در گفت. جمشید از کجا میشناختین؟ جمشید از دانشگاه تهران میشناختم. از قبلش که از سمون روزه که میرفتم کنون چاوش و جمشید دربی و فیروزی و آقای فرشپوری و حمید متوسم که از مشهد با هم دوست بودیم. شما چند نفر از مشهد بودین دیگه؟ آره. شما بودین و آقای ساکت بود. آقای ساکت متوسم بود. بله بفرمایید. ببخشید این حرف. بعد گفت کجایی؟ من از صبح 10 بار اومدم دنبالت. گفتم بالا رفت بودم قم سر خاک مادرم دیگه. اومدم خونه. گفت چی شده اینا؟ گفت فردا آدرس میدم بیا خونه استاد شجریان، بعد میخوایم افشاری ری بزنیم و شورلا. گفتم باشه. خیلی برام خیلی تعجب آور بود با اون شرایط روحی که داشتم و دیگه فرداش یه سنتور لاکو که خودم ساخته بودم که سیمای سفیدش خوب جواب میداد، سیمای زرداش یکم هی کوک باز میکرد.
بعد خدمت حسین شجریان رسیدیم همون شرکه غرب بر شرکه غرب و خیلی جالب بود که استاد شجریان همیشه در تمرین حضور داشتن که الان ما نمی‌بینیم این کارو در خواننده امروزی. گاهی فکر میکنم برای استاد شجریان خیلی راحت بود به بچه‌ها بگه شما برید کار کنید تو 3 جلسه، هر موقع قطار رو آماده شدین من میام روش میکنم، یه بار میکنم فردام کنسرت میدم. اما استاد شجریان با اون توانایی هیچ موقع این کار نمی‌کردن. ما تمرین می‌کردیم، اون قطعاتی که با کلام بود ایشون با ما می‌خوند، اون قطعاتی که بی کلام بود ایشون یا مشغول چای درست کردن بود یا مشغول مثلا گل آب دادن بود، گل‌ها رو آب می‌دادن یا در سطح حضور داشتن. منظورم اینه که موقعی که خواننده در فضای کار قرار می‌گیره، مثلا ما سگاه تمرین می‌کردیم، در فضای سگاه تمرین می‌کنه قرار می‌گیره، از دور میشنویم بچه‌ها دارن تمرین می‌کنن، خواننده بهتر میتونه که طراحی آواز کنه برای اون آوازی که میخواد بخونه. یا موقع افشاری تمرین میکنیم بهتر میتونه طراحی کنه برای آواز افشاری. برای اینکه استاد شجریان علاوه بر اینکه تصنیفایی که خودشون باید میخوندن حفظ بودن، تمام قطعاتی که ما هم میزدیم حفظ بودن. پیش درآمد و استاد شجریان حفظ بود، 4 مزابی که ما میزدیم استاد شجریان حفظ بود، رنگ و حفظ بودن، همه مجموعه رو حفظ بودن. این احساس قوی میکنه که با کار خواننده رابطه برقرار کنه و بتونه بهترین آوازا رو اجرا کنه. همینطوری هم شد. آلبومای رسوایی چه آوازی ایشون خوندن، آوای اون یا اون آلبوم مثلا آهنگ وفا یا اون آلبوم سوم رسوایی ده. بله آرام جان هم بعدش بود. بله آرام جان، چون احساس مسئولیت میکنم. امیدوارم که خواننده امروزی هم اینطوری باشن، مثلا در موسیقی سنتی که احساس قویه، توقع نداشته باشن یه آلبوم ضبط بشه بعد بیان تو استودیو خط خط بخونن. حالا گوششون شاید خوب باشه بتونن خوب بگیرن، اما احساس در مرور زمان قوی‌تر میشه. حتی به یاد دارم ما قطعاتی که اجرا میکردیم بعد از چند شب کنسرت دادیم من احساس کردم که گروه این قطعات تازه حس کرده، تازه اونطوری که آماده داره میشه اجرا میکنه. حتی من قطعات خودم رو یه مدتی یه قطعه نمیزنم احساسش رو گم میکنم، فراموش اسمش میگذاشتم، احساس گم شده. یعنی میزنم کاملا درسته، از ریتمی مزابا درست میخوره، اما اون طوری که باید بیان کنم نمیتونم بیان کنم، احساسش رو گم میکنم، فراموش. باید یه مدتی باز رابطه برقرار کنم تا اون قطعه خودم رو که درستم میزنم بتونم با احساسی که لازمه بزنم. در همکاری با گروه هاوا، توی گروه چه کسی سرپرستی به عهده داشت؟ کسی سرپرست گروه بود یا نه؟ یا سرپرست نوازنده ها؟ نوت کی میداد؟ چه کسی میداد؟ ما با گروه استاد شجریان قطعات گوشی کار میکردیم. قطعات رو استاد شجریان تصنیف‌ها رو انتخاب میکردن، قطعات رو انتخاب میکردن و شروع میکردن به کار کردن. یعنی حتی تو استودیو شما گوشی زده بودین، اینا رو نوت نمیذاشتین؟ نه آره حفظ میزدیم. عجب. البته ما با استاد شجریان کار استودیو انجام ندادیم، همه اجرای صحنه‌ای بود که شد آلبوم. اونجا خب دیگه البته بچه‌ها مشورت می‌کردن این جواب 2 بار بزنیم، اون رو 1 بار بزنیم، اینو کلی کنیم، قوی‌تر به نظر سرپرستی خاصی نمیشه. بعد بعد از یه مدتی برای استاد فیروزی رو گفتم که برای که کوک قطعات بهتر باشه استاد فیروزی مسئول کوک باشه. ایشون به کوک سنتور من چک کنه، اینو درست کوک کردن، سازهای دیگر رو ببینید چک کنه، بعد موقع کوک میکنیم که پس سرپرست گروه نداشت؟ نه آواز سرپرست گروهش خود استاد شجریان. بله. سرپرست هم موقعی باید باشه یه قطعه ساخته باشه، به رموز اون قطعهش آگاه باشه، میخواد اون احساس رو انتقال بده، میدونه چی ساخته، بقیه هیچ بلد نیستن و میخواد بده. اما ما موقعی چند تا قطعه تصنیف قدیمی میذاریم کمی شنیدن، فقط باید بشینیم با هم هماهنگ کنیم. اینجا
سرپرست احتیاجی نیست که مثلا سرپرست اون نیست که مثلا فقط بگه یک دو مثلا شروع کنیم، یک دو رو که هر کس میتونه بگه یا مثلا اشاره کنه. در واقع بیشتر همدلی بود. ما همدلی دوست داشتیم، رفیق بودیم، همه استاد شاگردان رو دوست داشتیم، از حضور استاد لذت می‌بردیم و کار با همدلی پیش می‌رفت. چند سال ادامه پیدا کردیم؟ 7 سال ادامه پیدا کردم. و دیگه گروه آوا از هم پاشید دیگه کار نکرد گروه آوا فکر میکنم بعد از اون دیگه خورد به دهه 80 فکر میکنم دیگه. آره دیگه شجریان کم کم با آقای با کاسه دیگه کار کردم، با کار دیگه کردم، با استاد دیگه کار کردم، با پروژه دیگه رو شروع کردن و ادامه داشت. بعد از اون شما با چه گروهایی فعالیت داشتین؟ چی کار کردین؟ کاراتون به چه شکل بود؟ کنسرت ها، همکاریتون با خواننده های دیگه؟ آره بعد از اون با یک وقفه من گروه نوادل رو تأسیس کردم، بعد که با کنسرت هایی گذاشتیم با استاد حسن ناهی، با همکاری خواننده مختلف، با آقای قربانی، با آقای سارار عقیلی در نیشابور، با آقای قربانی در فرنگسار نیاوران، با فاضل جمشیدی در تالار وحدت و همینطور با آقای مهدی زاده در دانشگاه فنیار، اسم دانشگاه رو هم که زیر پل حافظه. بله. آره دیگه امیر کبیر آره. با کنسرت های مختلف اینطوری با دوستان انجام دادیم و تدریس هم که همچنان تدریس کم میشه بود. آره تدریس همیشه داشتم. کلا وضعیت خواننده ها رو در، چون شما بالاخره با یکی از بزرگترین خوانندگان تاریخ موسیقی کار کردیم، با خیلی از این عزیزانم که فرمودین اوایل کارشون بود، یعنی شناخته شده نبودن ولی خب خواننده‌هایی بودن که توانا بودن و شروع کرده بودن. میخوام ببینم که شما وضعیت خواننده ها رو در کشور چطور میبینید؟ اینکه یک بخش خواننده سالاریه و همه چی بستگی به خواننده داره و حاصل آن چیزی که هنرمند داره در خلوت خودش میآفرینه فقط به وسیله خواننده در واقع بروز و ظهور داره در جامعه. این رو چطور میبینید و چطور بررسی میکنید؟ چقدر این خواننده سالاری به حق، چقدر نباید باشه؟ خب البته یک آهنگساز که یه اثر میسازه و اونو میخواد ارائه کنه، اون خواننده است که روح به کار میده. شخص خواننده است که میتونه که اون روح کار رو در بیاره و با اون زنگ صداش، با اون جنس صداش باعث تاثیرگذاری بیشتر اون اثر بشه. متاسفانه در جامعه ما چون خواننده‌ها زیاد دیده میشن بعد همه چی به اسم خواننده‌ها تموم میشه. خب بعد ما خواننده‌های محدودی هم داریم. مثلا در گذشته طیف وسیع خواننده زن و مرد داشتیم و فرق اون زمان با این زمان اینه که اون زمان خواننده‌ها دوست داشتن کار خوب بخونن، دنبال کار خوب میرفتن. مثلا اگر خرم یه قطعه میساخت یا مثلا استاد تجربتی یه قطعه میساختن، اینا تشخیص میدن که این آهنگ من به صدای فلان میاد، به صدای فلان خواننده میاد. تماس میگرفتن، اون خواننده با اشتیاق میامد، یه دو سه جلسه با هم تمرین میکردن،
احساسشون رو منتقل میکردن. اونم تمرین میکرد، میگفتن 3 روز دیگه بریم رادیو. میرفتن رادیو، اول با ارکستر تمرین میکردن. اونجا خواننده‌ای که آمادگی داشت، خواننده یه چند بارم با ارکستر میخوند، بلافاصله تولید میشد و میامد بیرون. آره اونجا تویی نبود که مثلا اون خواننده بگه اول من اینقدر میگیرم میخونم، یا مثلا بعد آهنگساز ساخته اون تنظیم کنن رادیو بگه من اینقدر تنظیم میکنم، اون رهبر بگه من اینقدر میگم رهبری میکنم، اون صدا بردار بگه. اصلا اینجا چیز مطرح نبود. اما الان تولید کار موسیقی واقعا خیلی مشکله، خیلی سخته. خب بعد مخصوصا در این زمانی که ما بمباران موسیقی میشیم و همه میخوان که موسیقی رو راحت به دست بیارن. خب این برای یه نفری که میخواد کار موسیقی کنه، بسازه، ضبط کنه، استودیو کنه، ضبط استودیو، هزینه نوازنده و خواننده کار دشواریه. مگه اینکه یه همدلی پیش بیاد، یه کنسرتایی گذاشته بشه و اونم که ماجرا و داستان خاص خودش داره. شما آخرین بار توی ایران کی روی صحنه رفتین؟ کنسرت دادین؟ من بودر ذهن ندارم، خیلی وقت پیش بوده، سال بیش از 10 سال پیشه. آره بیش از 10 سال پیشه. و در سالهایی که مهاجرت کردین کنسرت داشتین دیگه قطعا؟ اونجا کنسرت داشتم، اونجا امکان کنسرت بود زیاد. راحت‌تر اونجا کنسرت گذاشتن؟ از نظر اینکه حالا جذب مخاطب بشه شاید یه ذره سخت‌تر باشه، بالاخره شما باید در یک جامعه ایرانیا مطرح کنید این برنامه رو، ولی از نظر اینکه مثلا سالن گرفتن و نمیدونم سالن خوب باشه، صدای خوب باشه، اینا راحت‌تره دیگه قطعا. آره اونا راحت‌تره، چیز خاصی نیست. فقط اونجا کمبود نوازنده بود که الان مثلا نوازنده زیاد مهاجرت کردن، باز همینا گرفتارن، ممکنه که نتونن زیاد وقت بذارن برای تمرین. هر کسی شغلی داره، یه کارهای دیگه شاید انجام بده. بعد مگه اینکه یک برنامه مشخص قوی مثلا ارائه شده باشه که بتونیم که دور هم جمع بشیم و یه کاری بکنیم. یعنی برای تمرین الان با اینکه بچه‌ها اونورن ولی خب دغدغه دارن دیگه، واسه کار باشن و این گرفتاری‌ها نمیتونن مثل ایران راحت دور هم جمع شن و تمرین بذارن و اینها. بعد شما در سالهای اخیر که خب خارج از کشورم بودین، یه دورانی که خورد به کرونا یه سفر داشتین، شما کل دوران کرونا رو ایران تشریف داشتین و خوشبختانه که از این بی واکسنی کشور جان سالم به در بردین. ولی تو این دورانی که ایران بودین چطور گذشت؟ چیکار کردین؟ کاری تونستین بکنین؟ چون بچهای ایران هم به سختی دور هم جمع می‌شدن، بالاخره اینجا هم یه ذره پروتکل‌های قرنطینه‌ای وجود داشت. این دوران کرونا برای من خیلی خوب بود، خیلی خیلی خوب بود، چون من در 20 سال گذشته خیلی پروژه رو ضبط کرده بودم که بعضش به انجام نرسیده بود. این کاری که ضبط کردم قطعات بی کلامش رو در چند تا مجموعه جمع کردم، یعنی چند تا آلبوم شد، آلبوم مثلا تنهایی، کلی قطعاتی که در دشت و عواتا ساختم، بعضیش رو با گور اجرا کردم، بعضیش رو تک نوازی، بعدش دو نوازی. آلبوم دیگه همایون سگاه، آلبوم دیگه اصفهان و نوا، و این شد 7 آلبوم و 5 به اصطلاح دو نوازی و تک نوازی. تونستم که اینا رو به صورت آلبوم تولید کنم و در مجموعه چند آلبوم؟ 12 آلبوم. اگه خواستم تو گینس ثبت کنم باید جایزه بدم. دوران کرونا 12 آلبوم شما ضبط و اینا الان توی پلتفرم‌های ایران موجود هستش؟ بله توی ایپتیونز و اینا میشه خریداری کرد. بله. فیزیکیش دیگه نیومد؟ چند تاش اومد فیزیکیش مشکله، چون جایی برای پخش کردن فیزیکی نیستش. قبل از کرونا خاطرم هست یه چند تا فیزیکی هم منتشر شده بود از کاراتون. اصلا همش فیزیکی منتشر شده
الان فیزیکیش موجود دارم، خودم موجود دارم، همه را فیزیکی موجود دارم، اما خب بعضیش جایی برای ارائه نیستش. آره بعضیش مشهد، بعضیش شهرستان دیگه است، یه تعدادی محدودی اینجاست. آخه میبینی خیلی مشکلی یک آهنگساز از 0 تا 100 کارش باید خودش انجام بده. خودم مجوز بگیرم، خودم بزنم، خودم بسازم، خودم جنبندی کنم، خودم با طراح صحبت کنم، خودم آخر گوش بدم. واقعا فکر می‌کنید ما با بحران شنونده مواجهیم؟ یعنی اینقدر اوضاع بد شده که واقعا آهنگساز باید در نهایت خودش و یک جمع کوچکی از مخاطبان نزدیکش بشنون اینو. من خودم به شخصه فکر می‌کنم که مخاطب هنر مردم الان نیستن، آیندگانن. چون در هر جامعه‌ای خواص نمیگم، ما عوام بیشتر دوست دارن به سمت ابتذال برن. هرچی موسیقی مختصرتر باشه شنونده بیشتری خواهد داشت، این طبیعیه هرچی موسیقی. اما هنر اونطوری که در آینده بتونه راه خودشو باز کنه. 50 سالی جواب بده چه موسیقی ساخته شده، این چه هنری بوده. مثلا من معتقدم که حافظ برای زمان خودش صرفا کار نکرده، هرچند در زمان خودش عده‌ای محدودی تحت تاثیر قرار می‌گرفتن، اما حافظ برای 800 سال دیگه کار کرده که شهریاری ظهور کنه، شهریار از شعر حافظ لذت ببره، هوشنگ ابتهاج از شعر حافظ لذت ببره، شاملو از شعر حافظ لذت ببره و بقیه ما به نسبت ظرفیت خودمون بتونیم از شعر حافظ لذت ببریم. پس هنر اگر اون بعد هنریش قوی باشه در طول زمان پررنگ‌تر خواهد شد. اگر اون بعد هنری نداشته باشه فقط یه عده جمع کثیری زمان و حال تحت تاثیر قرار بده، بذار محو بشه، بذار اصلا محو بشه، محو بشه، مهم نیست. به نظر من هنرمند باید کار خودش بکنه، اون کاری که ایمان داره، اون کاری که بهش اعتقاد داره، باید اون کارش انجام بده. حالا یا توفیق پیدا کرد در زمان حیات خودش جواب میگیره، تونست اون رو به بهترین نحو ارائه بده که فبا، نتونستی که زحمتش خودشو کرده. من گاهی تصور میکنم که کاش به جای آهنگساز بودن شاعر میبودم، مثل نوذر پرنگ مثلا شعر میگفتم، درصد یه جا نگر میداشتم، بعد مثلا یا میتونستم خودم تولید کنم. تازه نوذرم نخواست شعراشو تولید کنه، نوذر پرنگ به کوشش و به اصرار بیژن ترقی یک کتاب داد بیرون، کتاب آن سوی باد، اما برای خودش گفت چرا حالا بعد میذاش بعدا وراثش بعد شعراشو تولید میکردم. بعد اما موسیقی متأسفانه موسیقی رو من خودم باید بعضی کاراش انجام بدم، حتی اگه نوت رو بنویسم اون احساسی که از دریافت نوت میشه، که نوت ما مثل نوت کلاسیک نیستش که همه احساس من نمیتونم درباره نوت بنویسم، هر چقدر هم که دقت داشته باشم خودم میدونم اینجا این کلام با چه لحنی باید ادا بشه، اون ساز با چه نماسی باید اون رو اجرا کنه و متأسفانه خودم باید اونا رو اجرا کنم. یا توفیق پیدا میکنم یا هنوز در آینده یا در صورت به جد و جهد چو کاری نمیره و دست پیش به کردگار رها کرده به مسائل پیش. یا یک به دیگه میگه چرخ بر هم زنم جز به مرادم گردد، چرخ بر هم زنم جز به مرادم گردد، من نانم که زبونه کشم از چرخ فلک. شما در سالهای اخیر اسم نوذر پرنگ رو بردین، پیش از گفتگو هم یک قطعه‌ای رو برای ما پخش کردین که فکر میکنم به زودی به گوش علاقمندان برسه. یک کار خیلی زیبا و هرچی بگیم از زیباییش کاسته میشه، بهتره که بشنون. ولی خب برای من از این جنبه خیلی جالب بود که با یکی از خوانندگان خیلی خیلی قدیمی که نسل‌ها باش خاطره دارن و بیشترم در حوزه پاپ فعالیت کرده، آقای سولی
در واقع کار کردین. میخوام در مورد این کارم اگر اشکال نداره توضیح بفرمایید، چون حالا تا مصاحبه ما آماده بشه یا بعد از اون بالاخره این کار کم کم آماده میشه و به گوش علاقه‌مندان خواهد رسید. عرضم بزرگ شما که سولی یا همان سلیمان واثقی، ایشون در گذشته پاپ کار میکردن، اما از موقعی که مهاجرت کردن به تورنتو شیوه خوندنش و راه خوندنش و شیوه بیانشون عوض کردن و بیشترن کار عرفانی میخونن، کار زیبایی هم ساختن و من چندین کنسرت باشون داشتم. اشعار مولانا و اشعار سعدی رو و اشعار دیگر بزرگان رو خودشون آهنگسازی میکنند و میخونن و به این ترتیب من با ایشون دوستی خیلی صمیمانه دارم، خیلی دوستشون دارم. بعد برای این کار یه مدت دور هم جمع شدیم، از نوزر با ایشون صحبت کردم، شعر نوزر رو با اون مثلا توانی که داشتم، اون درکی که داشتم، شعرها رو شکافتم، معنی کردم. بعد یواش یواش به یک تصنیفی رو با ایشون شروع کردیم به کار کردن که ایشون یواش یواش در مدت چند وقت تمرین تونست که رابطه با این کار برقرار کنه و خودش همیشه میگه بعد از 40 سال این اولین کار جدیدی که من دارم میخونم. بعد خوشبختانه با کار رابطه برقرار کرد و ما تمرین‌های زیادی به هم انجام دادیم که کار رو کاملا حس کرد که کاش این تمرین‌ها بشه، خواننده‌های ایران بتونن این کارا رو که می‌خونن تمرین کنن که بتونن به حسش کارش برسن و ثمرش همون بود که شما قبل از این برنامه شنیدید. امیدوارم که آماده بشه، سریعتر به علاقه‌مندانم بشنون و ما هم تو صفحه همنوا بذاریم. چه شعر قشنگی هم هست از نوذر پرنگ و یک دیداری با حافظ داره در سیر و سلوک خودش و از حافظ یک فرمودی نصیحتی میخواد. خیلی شعر زیبا و عرفانی و پرمعنی و پر مغزی هستش. امیدواریم که شنوندگان هم از این کارها لذت ببرن. دیگه چه کاری انجام میدین الان این روزها؟ این تصنیف پیرما رو من اسمش پیرماست. پیرما اینو من سال 84 ساختم. 84 ساختم و بعد رفتم استودیو خودم زدم و خودم هم خوندم. بعد بردم خدمت نوذر پرنگ، ایشون کرج بودن. بعد یه نامه نوشته بودم که این باید با ارکستر اجرا بشه، با زنجیرهای دف و تنبک و سازهای کوبی و این فقط باید میخواستم شما بشنوید. خلاصه این خدمتشون دادم و بعد گفت بر من تو کاست بیار، من دستگاه سیدی ندارم. من رو کاست برشون بهشون دادم و گذشت. بعد از یه مدتی مشهد بودم، عید مشهد بودم. یه بار آقای پرنگ به من زنگ زدن سلام، انقدر خوشحال شدم که ایشون زنگ زدن، با چه دنیایی داشتم با ایشون. بعد گفتن کار شنیدم و خوشم اومده، فقط یه جا شما یه کلمه رو از مصرع دوم آوردی مصرع اول آوردی، اینو اگه اونطوری باشه بهتره. گفتم کجاش؟ گفتن بیت فلان اینطوری. گفتم باشه من فکر میکنم، خیلی فکر میکنم باشه. بعد که نقطه نظر ایشونو بتونم که انجام بدم، خیلی فکر کردم دیدم نه اونطوری که خودم آوردم درسته. بعد خدمتشون زنگ زدم، گفتم آقای پرنگ اینطوری که شما میفهمید صحیحه در شعر خوندن، اما در موسیقی این اجتناب ناپذیره. ما گاگایی میخونه، خواننده میخونه یا یه تصنیف اجرا میشه، خواننده میخونه مصرع اول میخونه با یک کلمه اول یا آخرین کلمه مصرع دوم وصل میکنه به مصرع اول، وصل میکنه به مصرع دوم. این در موسیقی اجتناب ناپذیره. گفت آها باشه قبول کردم. یعنی خیلی سعی کردم که اونطوری که اونا ایشون میخواد، اما خب دیگه نمیشد. در موسیقی یه ساخته شده بود نمیشه. آره.
عرض به خدمتتون سوال کردم که بعد از این کار دیگه چه کارهایی الان این روزها در دست دارین تو این مدتی که ایران تشریف داشتید این چند وقت و یکی دو روز دیگه هم عازم هستید به تورنتو و ما خوشحالیم که تونستیم در این فرصت کوتاه خدمتتون برسیم. چه کارهایی انجام دادین در ایران؟ اینجا 4 تا ماکت تصنیف رو ضبط کردم که هر 4 تا شعرهاش مال نوذره. ماکتش ضبط کردم که دیگه داشته باشم و یه کاری هم با سارا رقیلی انجام دادم. یه قطعه مثلا رو شعر نو هست که شعر مال حمید مصدق. وای باران باران شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چه کسی نقش تو را خواهد شست. آسمان صبحی رنگ، من درون قفس سرد دلم دلتنگ، میپرد مرغ نگاهم تا دور. این یک کار مدرنیه که فقط فرمش هم یک سنتور و یک خواننده و یک کوبه‌ایه که این آقای عقیلی خوندن و بعد دیروزم کوبه‌ایشو گرفتیم که کوبه‌ایش آقای درشن آنان میزنه. بله. و اینم یک درصدته که کاراش با تموم بشه. این روزه که در میرم که تموم بشه. کی منتشر میشه این کار؟ دیگه اونو باید با انتشاراتی صحبت کنم بگم که فقط یه تک آهنگی این یا نه مجموعه است؟ میخوام تبدیلش کنم به مجموعه. مجموعه یه ذره خب گردآوریش سخت داره دیگه. آره. چند قطعه دیگر هم باید در واقع براش آهنگسازی کنید آماده که وحدت داشته باشه. یک آلبوم باید از اول تا آخر با هم وحدت داشته باشه. یعنی من مجسم میکنم که اگه یک آلبوم تولید میکنم به یک شنونده میشنوه، از تراک اول گوش کنه بره تا آخر، نه که یه بار بره تراک پنجم انتخاب کنه، یه بار بره تراک ششم. یعنی کار از نظر حسی انقدر باید قوی باشه که شنونده از اول بره تا آخر. بعدا اگه خواست میدونه که تراک رو تراک خاص انتخاب کنه. اون پیوستگی و حس خواننده باشه. همینطوری که یک ساری و جاری باشه. همینطوری که ما میگیم یک قطعه، یک تصنیف موقع زیباست که اجزا و اون چیزایی که اونو تشکیل میدن به طور منطقی و با احساس تمام کنار هم قرار گرفته باشه. هرچی منطقاً مسیر درستی داشته باشه اون قطعه زیباتره. و یک آلبوم هم باید از نظر حسی از اول تا آخرش مثل اون تصنیف که همه چیز باید کنار هم باشه زیباست. اگر تمام عناصرش به زیبایی پشت سر هم قرار گرفته باشه زیباست. یه آلبوم همینطور باید این چیزو داشته باشه. یعنی فضای یک دست و یک فضای خاص خودشو داشته باشه. که امروز خیلی کم شده به خاطر این تک ترک ها. دیگه اون مفهوم آلبوم کلا از موسیقی به خصوص حال موسیقی ایرانی رخت بربسته، بیشتر به تک ترک و اینها بسنده میکنن. شما یک فعالیت دیگه ای هم دارین در کارنامه‌تون، اونم سازسازیه. میخوام ببینم که چقدر ادامه دادید سازسازی رو، چجور شروع کردین، چند تا ساز ساختین و نتیجهش چی بود براتون؟ خب سازسازی مربوط میشه به دوره جوانی که کنجکاو بودم داخل این ساز چیه و این صدا چطور در میاد و خودم ساز خوبی نداشتم. گفتم بعد میسازم که ساز خوب داشته باشم. دیگه تجربه کردم و نمیدونم چند تا ساختم، شاید 100 تا 120 تا نمیدونم چقدر، اما همه‌اش داشتم تجربه میکردم که الان مدت هاست گذاشتم کنم اساس. الان سازهای خودتون دارین؟ دارم، سازهایی دارم. یکی مشهد دارم، یکی تورنتو دارم، اینجا یکی دارم و اما خب از سازهای دیگران میزنم. یه ساز استاد ناظمی دارم. این ساز مال آقای داوود شیرازیه. بله. فعلا امانت بهم دادن. از سازشون در تورنتو هم دارم 2 تا و سازهای خوش صدایی میسازن. بله آقای شیرازی هم از دوستان خوب ما دعوت میکنیم در برنامه‌مون حضور داشته باشن.
یه فعالیت دیگه شما هم نواختن ساز نی بود که پیش آقای افشانی‌های مدتی نی کار کردین. خیلی کم پیش میاد نوازندگان سازهای دیگه رو بیارن به ساز نی. تجربه ساز نی رو چطور دیدین و چقدر پیش رفتین در نی؟ خدمتتون عرض کردم که در سال 59 60 ما مشهد گروه داشتیم و نی احتیاج داشتیم. یک نوازنده نی هم بود با ما کار میکرد. میگم من نی خوبی ندارم. یه بار که ما آدم تهران رفتم کانون چاوش، با آقای اندری گفتم آقای اندری من یک نی میخوام ببرم مشهد. خلاص نی ازش تهیه کردم و اومدم خونه یکم باز کناری برفتم یه صدایی در آوردم. صدایی در آوردم و تونستم یه سری چیزایی بزنم و بعد چند ماه که برگشتم دید من یه سری چیزایی میزنم. گفت چرا سمت چپ دهنت میذاری؟ باید سمت راست بذاری مثلا، یا چپ و راست اینا. بعد دو مرتبه صدا فراموش شد. اون صدای در آورده بودن فراموش. باز یکم گشت تا فرم دهنم شکل خاصی گرفت، صدا رو در آوردم دیگه. رفتم پیش آقای افشانیا و ردیف آوازی رو، ردیف استاد دوامی رو، آوازی رو پیش استاد افشانیا کار کردم که گوشه آوازی رو یاد کردم که اون در سنتور هم برای من خیلی موثر بود. ردیف آوازی در اصلا ما ردیف سبرم ردیف آوازی رو هم کار میکردم، اما چون نی کاملا با آواز هماهنگه و اون گوشه رو هم باید حفظ میکردیم و در همون با نی میزدیم، خیلی موثر بود دیگه. بعد از مدت گفتم که بین دوتا معشوق یکی رو باید انتخاب کرد. من وقت اون بذارم از این وقت کم میاد، روی کار کنم از اون کم میاد، یکشون رو باید در صورت سنتور رو انتخاب کرد. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. آیا صحبتی مونده در مورد کاری یا نقطه نظری که بفرمایید در گفتگو؟ اگر ما خواسته باشیم که موسیقیمون خوب باشه، رشد باشه، رو به رشد باشه، ما باید از خودمون شروع کنیم. چون موسیقی زاده درون ماست. ما باید از سیاست بازی ها و از درویه و از تنگ نظریات دوری کنیم تا بعد اون چیزی در درونمون شکل میگیره که به ما احساس مسئولیتی بیشتری میده. میبینیم که در گذشته در برنامه گلها این شکلی بوده. زیاد هنرمندا با این احساس درگیر بودن، با هم دیگه لذت میبردن، با هم دیگه دوستی داشتن، مراوده داشتن، در خونهشون برای هم باز بود، هم دیگه رو میدیدن. این منیت ها، این مادی بودن ها، این بالا پایین بودن ها، این اسم من بالاست اسم تو پایینه، این همش حاشیه است. این همش در گذر زمان حل میشه. اما اون چیزی که باقی میمونه از اون صمیمیت، از اون عشق و از اون احساس مسئولیت باقی میمونه. موسیقی صرفا یا بد یا خوب نیست، ما اونو میتونیم بد و خوب بیانش کنیم و خب این مسئولیت سنگینه. مشکلی که ما نداریم این ظرفیته که بتونیم اینطور با این نگاه کار کنیم. بله. بسیار سپاسگزار استاد عزیز. در یک فرصت خیلی فشرده‌ای که شما به صورت بین کارهای استودیویی داشتید در این سفر چند ماهتون به ایران، فرصت دادید به ما برای گفتگو. خیلی متشکرم. امیدوارم که کارهای جدیدتون رو هرچه زودتر بشنویم و لذت ببریم. با خیلی متشکرم از شما که صحبت پایانی است. بفرمایید که من خداحافظی کنم. خواهش میکنم. آرزوی سلامتی شما رو دارم و سربلندی ایران عزیز. سپاسگزار از شما. دوستان عزیز، گفتگوی من رو شنیدید با جناب استاد جواد بطحایی. من عطا نویدی هستم و این مجله تصویری همنواست.
مجله تصویری موسیقی ایران.